خب چطوری پانیز خوبی؟ خوبم مرسی. تو خوبی؟ خدا رو شکر. همه چی خوبه؟ بد نیست. بعد این همه داستان یهو دیدیمت. چی شد؟ تعریف کن. چند ماهی میشه اون ندیدیم دیگه. اتفاقای ناخوشایند و از دست دادن پیج بعد از اون همه زحمت و دیگه اینا سخت بود؟ خیلی. تقریبا هر روزم درگیرشه هنوز که هنوز بعد از 4 ماه، ولی دیگه کارش نمیشه کرد. یعنی هنوز حل نشده بعد؟ نه واسه خودم حل شده نه کلیت موضوع حل شده. حالا ایشالا چند وقت دیگه. ولی استارت زدی دیگه. آره اون که آره. چطوریه؟ چیزی که من دیدم که خیلی خوبه. خدا رو شکر. آره دیگه. دیگه پیجش خیلی خوبه، اصلا که با این سرعت دوباره داری برمیگردی، خیلی اتفاق خوبیه. آره واقعا. نظرت چی میشه که اولا یه نفر اینجوری حالا همچین لطمه دیدی و پیجتو گرفتن، هیچ فالووری چیزی هم نیست، صفر دوبارشون کنه اینقدر سریع میتونی برگردی؟ چون تو پیج قبلیش هم خیلی اتفاق خوبی داشت میافتاد، یعنی تأثیرت عالی بود، خیلی زود داشتی جلو میرفتی. از نظر من اون عدده که الان دیگه اون بالاست تو تعداد فالووره خیلی نشون دهنده تنهایی چیز خاصی نیست. بحث هم فقط فالوور فیک و اینا نیست، حتی اگه واقعی هم باشه خیلی ها عدده رو دارن، تعداد فالوور زیادی دارن ولی اثرگذار نیستن واقعا. تو اثرگذار بودی. یادم یه دونه آخرین پستی که داشت تا 100k هم لایک آره. سخت هم هست دیگه، یعنی پست عکس بود، درست میگم؟ آره اینکه عکس 100k لایک بخوره واقعا خیلی کم پیش میاد، ولی دیگه اتفاقی که افتاده بود. خب حالا الان که دوباره پیجش زده خیلی خوبه، یعنی فکر کنم 18 در چقدر؟ آره از پیج قبلیم خب یه سری از دوستام ازم حمایت کردن. از پیج قبلیم خیلی هنوز همچنان که مسیج دارن که وای کجا بودی تازه پیدات کردیم و اینا، ولی خب خیلی تاثیر داشت یه استوری که دوستام گذاشتن، حمایتم کردن، دوباره پستم اکسپلور رفت دیگه. حالا خوب ببینیم که چی میشه. ما بحث داشتیم که روی بحث تأثیر، واقعا تأثیر گذاری. بعد میخوایم بدونیم چون تو عملا داشتی تأثیرت رو میگذاشتی از طریق اینستاگرامت، میخوایم ببینیم این اینفلوئنسر از کجا میاد، چی میشه که یه نفر پیج میزنه و میتونه این تأثیر گذاری رو داشته باشه، ولی خیلی پیج دیگه مشابه شاید هزاران تا دیگه هست ولی اصلا نه موفق میشن نه میتونن اثرگذاری که باید داشته باشه. عاملاشو چی میبینیم؟ سوال اصلی میبینیم. اول از همه واقعا خیلی خوشحالم که اینجوری راجع به پیجم صحبت میشه واقعا، نه اینکه بگن آره فالوورش فیک بود و اینا. ولی حالا عواملی که بخوام بگم خیلی تاثیرگذار روی این داستانا، اولیش به نظر من البته اینه که خب آدم یه سبکی رو داشته باشه و همون سبک رو ادامه بده و تو همون مسیر قدم برداره. یعنی اینکه شما توی استایل، نمیدونم توی میکاپ یا هر چیزی که داری فعالیت میکنی همون روند رو پیگیری بکنی، یعنی همون روند رو ادامه بدی و خب قطعا این آره من مثل کنم درست نظرت چیه؟ آره 100%. اینکه مسیری که داشتی میرفتی وسط کاملا مشخص بود، شفاف بود، داشتی خیلی قشنگ این مسیر رو میرفتی. خب ولی بعد اینکه این اتفاق برات افتاد دوباره باز همون مسیر رو انتخاب کردی، چی شد اصلا این تصمیم رو گرفتی که دوباره همین مسیر رو بری؟ این بود که همین کار رو بلدم یا اینکه واقعا علاقت بود؟ نه راستشو بخوام خب جزئی از روتینم شده بود. میدونی چی میگم؟ یعنی علاقم بود، روتینم بود، کارم بود و جوری شده بود که دیگه اصلا اگر این کار رو انجام نمیدادم حالم خوب نبود. میدونی چی میگم؟ یعنی خیلی به این فکر کردم که دیگه ادامه ندم یا صبر کنم که حداقل این موضوع تموم بشه، ولی دیدم که نه واقعا نمیتونم و باید که شروع کنم، چون هم از لحاظ روحی خیلی روی روحی هم تاثیر داشت و خب نمیتونستم دیگه روتین. چقدر طول کشید دوباره استارت زدی؟ طولی نکشید، فردا شروع کردم. حالا یه چیزی که برام جالبه این که خب قبول دارم که یکی از فاکتورهایی که باعث میشه تو اون اینفلوئنس و تاثیر رو بذاری این که یه سبک مشخصی، مسیر مشخصی بری جلو. خیلی این کارو میکنن یا حداقل کپیشو انجام میدن
چی میشه که یه نفر که این کارو میکنه درست میشه، یعنی درست از آب در میاد؟ این تداوم خیلی مهمه. تداوم پانیز و این چیزی که واقعی بودنه واقعا خیلی تاثیر داره، به خاطر اینکه الان دیگه همه چیز توی اینستا فیکه. یعنی شما هر چیزی میبینی همه مردم خوب خوشی میدن، هر چیزی میگن خب این فیکه. که شما واقعا نشون بدی که واقعی هستی و از اعماق وجودتون چیزی که داری میذاری باشه، خب مردم خیلی اینو درک میکنن. این واقعی بودنه، واقعا دیتیل واقعی. خب با صحبت زیاد، با مثلا تغییراتی که توش ایجاد میگم دیتیلش رو باید حتما نشون بدین دیگه. یعنی فکر کنم دومیشو داره میگه که به جز این که یعنی یه سبک مشخص داره، یه داستان داره، یه ارتباط مؤثر میتونی ایجاد بکنی و ارتباطه رو داری میگه اینجوری ایجاد میکردی که دیتیل رو میگفتی. آره دیگه، مردم واقعا خب شما توی هر سبکی که باشی خواهان و خب هم سبکای خودتو داری. یعنی توی هر مسیری که باشی آدمای هم عنصر و هم چی میگن هم مسیر. آره هم مسیر خودتو پیدا میکنی و خب اینجوری هم خیلی وقتا هر معرفی که بذاری خب همون وقتی سلیقه خودت باشه، سبک خودت باشه، هم بازدهی بیشتری داره، هم اعتماد مردم بهت بیشتره. اینو رعایت میکردی که اگه کسی رو جای رو معرفی میکنی حتما خودت تراست داری، مطمئنی؟ آره حتما همه چیزایی که اصلا میذاشتم و خودم استفاده میکردم اکثر. یعنی من بهتون بگم تا قبل از اینکه 70 کا بشم تقریبا تا 60 کا حتما هیچ هزینه ای را در رابطه با پست یا اینا نمیگرفتم، فقط گیفت بود، خودم استفاده میکردم. ولی میگم این خیلی موضوع مهمیه که حتما شما چیزی که پانیز داشت خیلی پشتکار خوبی هم داشت. من یادم سر یه پروژه زمستون بود، دست و پاش یخ زده بود ولی ول نمی‌کرد پروژه. میگفت بذار یه کار دیگه بکنیم. آره منم یادم جالب. یعنی یه چیز دیگه هم برام جالبه اینه که میشد که مثلا فکر کن که حالا صاحب یه برندی میخواست باهات کار بکنه، خب یه چیزی رو مثلا قرارداد یا بالاخره یه چیزی مینوشتین که باید اون کار رو تو این استایل انجام بده. میشد که تو مثلا بیش از اون بخوای تبلیغشون کنی یا معرفیشون کنی چون حس می‌کردی واقعا خوبن. آره خیلی. من اکثر کسایی که باشون همکاری می‌کردم و دیگه به صورت دائم همچنان تگ می‌کردم و معرفی می‌کردم. ارتباطی خورده فراتر می‌رفت واقعا. آره من خیلی از دوستام از طریق همین همکاریه با خیلی از صاحبای برندها دوست بودم. الان که خود خسرو یکی از دوستامه. و چیزی که می‌خواستم بگم یادم رفت. حالا میشه سوال می‌کنم یاد میاد. سوال زیاده. سوال زیاد داریم. سوال زیاده. بس ببین من این ایمپرشن یا تاثیر یا اون اینفلوئنس رو یکی توی اون استایل می‌بینم. یکی دیگه یعنی تو می‌بینی من ازت پرسیدم، یکی دیگه بحثی که هست اینه که می‌خواستم بپرسم که یونیک بودن رو توش چقدر مهم می‌دونی؟ یعنی اینکه آیا لزوما من برای اینکه بخوام یه تاثیر بذارم میتونم برم سراغ ترندها خب و همون ترندها رو بیارم نشون بدم، یا نه حتما باید بشینم فکر کنم یه چیزی به وجود بیارم که خیلی خاص یونیک منه و چیزی راجعش تو این کار می‌کردی اصلا؟ راستش من خیلی به اون صورت دنبال ترند نمیرفتم، چون ترند اینجوریه که یه مدت خیلی کوتاه خیلی بولد میشه و یهو هم از یهو دیگه تکراری میشه و دیگه آدم خیلی دنبالش نمیره. مثلا همین باربی که الان خیلی ترند شده و دیگه خیلی تکراری هم شد. چیزی که من خیلی توی کارم ازش استفاده میکردم بیشتر این بودش که خیلی دوست داشتم متفاوت باشم و به نظر من خیلی چیز مهمه. یادم میرفت. ببین این چیزی که داری میگی خب قبول ندارم. یکی این که الان اکسپلور رو ببینیم که هر آدمی میتونه بیاد. مسیری که تو داری میری مجبوری دو حالت داری، یا اینکه سرگرمی ایجاد کنی یا اینکه بیای آموزش بدی. خب این وسط پانیز بیشتر سمت سرگرمی داشت، یا لوک قشنگ رو نشون میداد، مردم دوست داشتن میرفتن کپی میکردن لباساشو مثلا میخریدن، استایل رو داشت به مردم یاد میداد، ولی بیشتر جنبه فان و سرگرمی داشت. من ستوریاشم که دنبال میکردم
یه استوریاش جوری بود که میرفتی تو کلا حالت خوب میشد، سرگرم میشدی، میخندیدی، چیز جوکای باحال میگفت و چیزایی که داشت میذاش تو اون مسیر بود. حالا نمیدونم خودخواسته بود یا ناخواسته بود. راستش رو بخوام بگم من بیشتر اصلا به چشم یه سرگرمی به قول خسرو و علیقه علایقش نگاه میکردم. یعنی خیلی مورد علاقه بود این کاری که میگم، واقعا دوستش داشتم و یه جور سرگرمی بود برام واقعا. تا کار احساس فشاری نمی‌کردی اصلا، یعنی اینجوری نبود که من برام راجبش تحقیق کنم بگم این کار منه اصلا. یعنی چیزی بود که خودم خب مثلا یه چیزی خوشم میومد، به ذهنم میرسید، یه چیزی، یه ایده‌ای و اون رو اجراش میکردم سریع. یعنی اصلا اینجوری نبود که برم پیجی رو نگاه کنم دنبالش باشم اصلا. این خب اون یونیک بودن است دیگه. یعنی این یونیک بودن رو روش میاره، چون بالاخره هر آدمی یونیکه دیگه. یعنی بالاخره اون چیزایی که خیلی ما کارامون شبیه به هم هستا، من حرفی ندارم، ولی یه ذره تو توی غذایی هم یه کوچولو نمکشو دستکاری می‌کنی میشه یونیک تو دیگه و واقعا فرق و وقتی آدم سبک خودشو داشته باشه دیگه مردم به همون اسم میشناسن. یعنی هر چیزی که مثلا به اون موضوع نزدیک باشه مردم تو ذهنشون میاد. میدونین چی میگم؟ وقتی که یه سبکی رو تو به چی میشناسن؟ منو بیشتر به شاین، به اینکه مثلا تو برف همین خسرو که تعریف کرد، من مثلا یه لباس داشتم، حالا به خاطر همین لباسام تو دردسر افتادم ولی توی برف بود و دیگه مثلا تو سرما و گرما و اینا دیگه اینجوری بود که این متفاوت بودنه. اوکی. تعریف هم خوب میکرد درسته؟ آره داستانو خیلی قشنگ میگفت. یعنی من یادمه که مثلا یه پروژه اومده بود، یه سری استوری گذاشت برامون، استوریا رو خودم دیدم کیف کردم. خیلی قشنگ داره، اصلا لازم نیست که حالا دقیق دیتیلش رو یادم. اصلا دفعه اول که دیدمش اصلا سردرد بد، اخلاق بد، اصلا آشناییمون خیلی. آره من تو سردرد رفت چیه؟ تو سردرد خسرو شما ان اخلاق. آره خیلی اخلاقش فرق اینجوری بودم که این چرا اینجوریه. آخه من خودم خیلی آدمیم که سریع اجتماعیم و سریع اخت میگیرم با هر آدمی که باشه. خیلی آدم منعطفیم، با همه آدما میسازم و خیلی بگو بخند. من ناسازگار بودم. آره اون روز واقعا واقعا خیلی معذب شده بودم. دفعه دوم که دید نه نه واقعا، ولی من و خسرو خیلی ترکیب عالی بود. خیلی برای من جالبه کلا این قضیه اینفلوئنس، این تأثیری که میاد. ببینید چرا چیش برام خیلی جالب میشه، اینکه یه زمانی این اینفلوئنسر خب فقط دست مدیایی بود که خیلی قدرت داشت. الان ما هر کدوممون گوشی دستمونه، ما میتونیم پارتی از اینفلوئنس باشیم و تأثیر بذاریم و اون وقت آدمایی برای من جالبن که خودشون تحت تأثیر یه سری مدیای دیگه نیستن. یعنی خودش میاد یه جوری فکر میکنه، یه جوری زندگی میکنه، اونو نشون میده و آدمای دیگه ممکنه خوششون بیاد. مثلا قضیه خیلی ساده است، کافه رفتن من ممکنه از این نظر جالب باشه که چه کافه جالبی پیدا کرده منم برم. خب تو داری یه چیزی ارزشمندی واقعا به نفر دیگه میدی دیگه، تو هزینه کردی، وقت گذاشتی، اون کافه رو پیدا کردی و نشونش میدی، از غذاش تا محیطش تا همه چیزش دیگه. دقیقاً. و من از یه جاهایی عکسایی میگرفتم که حتی لوکیشن عکسام اگه خوب یادت باشه خیلی میپرسیدن. یعنی اصلا یه جاهایی بود که من میموندم چجوری باید معرفی کنم، مثلا راهرو فلان. یعنی اینجوری من از یه جاهایی یه عکسایی پیدا میکردم. واقعا ایده و خلاق بودن خیلی مهمه. ایده، خلاق بودن، سبک خودتو داشته باشی. خلاق بودن به نظر از کجا میومد؟ ذاتی بود یا از علاقه میاد، از ذات میاد، از خیلی چیزا، از محیط اطراف. ببین چیزی هم که گفتی راجع به رسانه و این که اینفلوئنس مثلا همه میتونن داشته باشن، مثلا یه روال خیلی جالبی داشت. اول مثلا تئاتر بود، تلویزیون اومد، بعد سینما اومد، هی جای هم دیگه رو گرفتن، بعد تا آخرش دیگه سیر تکامل. آره یوتیوب اومد و الان هم دیگه واقعا AI فکر کنم. آره داستان یوتیوب هم بپیچه دیگه. آدما فقط آدما نیستن، خود
AI هم میتونه تولید محتوا بکنه، خیلی دقیقاً. قشنگ‌تر هم از آدم‌ها تولید محتوا میکنه. همین الان تو تیک تاک فکر کنم یه دونه پیج هست که آدم نیست و چند میلیون فالوور. آره دیگه، به خاطر اینکه اون اصلا میتونه، ما محدودیم دیگه. آره. نامحدوده دیگه. نظرت چیه اگه که یه دونه کاتگوری بیاد که آدمای اصلا واقعی نیستن، مدل‌های واقعی نیستن؟ راستش من از این هوش مصنوعی و این داستانا کلا خیلی میترسم، چون یه فیلمی هم راجبش دیدم که کلا جای انسان‌ها رو داشتن میگرفتن و اینا. کلا با این چیزا خیلی مخالفم و خیلی ازشون میترسم. امروز صبح داشتیم حرف می‌زدیم میگفتیم که چه باحال میشه آدم هست شه. چقدر فرق داره دیگه. خیلی به نظر من دیگه طبیعیه دیگه، یعنی حالا باحالش اینه که ولی این اسپیشیز اومده ساخته شده توسط گونه قبلیش. این خیلی جالبه دیگه. جالبه ولی به نظر من دستاوردهای ما در اختیارشه. حالا اولش اینجوری نیست که آدم‌ها هست بشن. آدم‌ها یه سری چیپ‌ها شاید روشون گذاشته بشه، یکی که دست نداره یه دست پیدا میکنه، یهو میره رو قدرت، بعد دیگه کم کم. ولی این هر چی مسئله اینه که بدن محدوده، باید یه کاریش بکنیم وگرنه منقرض میشیم. حالا شاید مثلا چند هزار سال بعد اصلا آب و هوا جوری باشه که این بدن نتونه اینجا بمونه. خب این که یه دستگاهی باشه که ذات ما توش باشه چیز جذابی رو. آره دیگه، فرق آخه ما تاش ذهنمونیم دیگه، تاش آپلود دانلودمون بکنیم. جالب بود واقعا. من میخوام برگردم به همون موضوعی که یه تو زندگی تو سن چند سالته؟ 21. تو سن کم تقریبا با تجربه کم دچار یه شکست شدی. خب شکست کامل، یهو دارایی که داشتی یه پیج بوده، حالا هر چقدر هم تایم گذاشتی براش، چقدر زحمت کشیدی، اینا رو بذاریم کنار، ولی دارایی تو یهو این حذف شد. چیکار کردی؟ به چی فکر می‌کردی؟ راستش خب قطعا خیلی دردناک و سخته، چون چیزی که تو براش زحمت کشیدی، تایم گذاشتی، انرژی تو گذاشتی و یهو به کل قطع بشه و غیر منطقی هم این اتفاق بیفته. قطعا سخته، ولی خب این که تو دوباره شروع کنی به عشق اون کسایی که کنارت بودن، به عشق اون کاری که داشتی و جزئی از روتین من بود راستش رو بخوای. یعنی من روزی که این کار انجام نمیدادم واقعا احساس میکردم که آدم بی انرژی و خیلی احساس خوبی نداشتم. واسه همین بود که دوباره شروع کردم. یعنی حتی من به خاطر این کار به مهاجرت هم فکر کردم، ولی خب چون یه سری وابستگی‌ها دارم و خیلی برام سخته، فعلا دست نگه داشتم و خیلی بهش فکر نمی‌کنم. جالبه، من هم سنش بودم میرفتم. آره واقعا سخته، میدونین چون نمیرفتی؟ بعد کوفتیه این مهاجرت. واقعا یعنی اصلا این مهاجرت ما وقتی که میری خب اون خونه اولت رو از دست میدی فورشور. دقیقاً تو قطعا یه مدت که بگذره دیگه اون حس فیلینگ هوم و این داستانا از بین میره. اونجام که میری هیچ وقت نمیتونه مثل این اون حس رو بهت بده، اون حجم از جزئیات بزرگ شدن، کانکشن ها. انگار درخت و ریشه‌شو زدی بدون ریشه، ولی درخت نمیتونه بگی نهال جدید کاشتی. درخت‌ها رو منتقل کردی یه جای دیگه کاشتیش با هزار بدبختی. ولی تو سن کم بهتره. تو سن هر چی پایین‌تر که بهتره. همیشه یعنی هر بچه‌ای که 18 سال 17 سال میگم چرا اینجاییم شما چرا نمیری؟ واقعا اشتباه. ببین هر چیز زودتر بهتره. 17 که میگه عالیه. سن به نظرم چون کانکشن‌ها دیپ نشده. من مثلا کلی از دوستام هم دوره‌ایام هم دانشگاهیام که اینا رفتن، اینا یه سری سرمایه بودن، ما سرمایه گذاری کردیم، با هم چند صد ساعت وقت گذروندیم، تفریح کردیم، همو شناختیم، یه تکیه‌گاه بودن برای آدم توی نقطه سختی که قرار میگیره. خب اینا هر یه دفعه ما از دست میدیم. یعنی دانشگاه که تموم میشه اینا یه تعداد زیادی از بچه‌ها میرن و حتی میرن هم که همه یه جا نمیرن، پراکنده میشیم، پخش میشیم و اون کامیونیتی اون چیزمون همه رو یه دفعه از دست میدیم. خیلی خیلی سخته. یعنی چه بری چه بمونی مهاجرت گند به زندگیت میزنه. آره بابای من همیشه یه مثال خوبی میزنه، میگه که مهاجرت ادامه زندگی نیست، یه زندگی جدیده و تو هر لولی از زندگی باشی قطعاً یه چند پله برمیگردی پایین‌تر. قطعاً به خاطر مهاجرت.
چون تو وارد ولی خب جامعه بعدش جدید نتیجهشو میبینی قطعا. نه قطعا مثلا به این سادگی نیست. آدم فهم آره آدمای تلاش موفق بکنی. بعضی آره، یه دفعه اسکای راکت میکنه زندگیش، یه دفعه میره بالا، یکی هم هست آره، نه البته یه داشتیم دفعه آدمایی که داونگرید میشه برگشتن. میره پایین. ببین همین الانم تو همین ایرانی که اقتصادش تقریبا کلاپس کرده آدمایی داریم که روزانه میلیون دلاری دارن در میارن. همین آدم بره هر جایی میتونه این کارو بکنه. ما داریم روی این حرف میزنیم که نیازهای اولیه، مثلا اینکه یه سیستم بیاد گیر بده به پیج اینستاگرام یه چیز بیسیکه دیگه، بیسیکه واقعا غذاست دیگه. این که به نظرم اگه که بچه‌ای هست میتونه این کارو بکنه به نظرم درستشه بره. موندن تو اینجا هر چقدر حالا خودمون تو بیزنس هستیم دیگه، هر روز من میبینم که یه برند داره نابود میشه، هر روز دارم میبینم که یه حتی مغازه‌دار ناراضیه میگه که وضعیت بده دیگه. داریم میبینیم اینکه کسایی که موندن به خاطر همون دلبستگیه و شاید هم یه مقدار ترسیه که وجود داره، وگرنه اونورم ترسناکه اینجا هم ترسناکه. به طبع اگه که به یه خارجی بگی قطعاً ایران موندن و یه ریسک بود. آره خب ریسک هست، ریسک فوله دیگه. اصلا ریسک وقتی باید میاد که محیط دائما متغیره، همش تو هر کاری می‌بینیم، چون وقتی رشد به وجود میاد که تو توی بیس ثابتی، یعنی توی شرایط مشخص شروع کنی برنامه‌ریزی کردن بر اساس شرایط بری جلو. وقتی این شرایط دائم تغییر میکنه خیلی سخت میشه، یعنی اصلا باید نوع نادری از گونه باشه که منقرض ما مثلا به خاطر همین ریسک است که این کارو ببین تو انجام دنیا میدیم. میگن که تو اگه میخوای بیزنست موفق باشه پلن بی نداشته باش، پلن ای تو کامل همه چیز تو روش بذار. ولی واقعیتش اینه من یه بیزنس رو میخوام اینجا شروع کنم، پلن سیش هم چیدم، آره اینو گرفتن اون رو داشته باشم، اونو دقیقاً. گرفتن اون رو داشته باشم. این مسائل هستش، ولی حالا از این فکر کنم این داستانا انقدر تکراری شده، انقدر راجبش حرف زده شده جذاب نباشه. میتونیم راجب خود پانی صرف مثلا الان چیکار می‌کنی، می‌خوای چیکار کنی، برنامه جدیدی داری؟ فعلا درگیری یه سری مشکلات هم منتظرم که اون حل بشه. فکر کنم تو همین چند روز اخیر دیگه به کل حل و فصل بشه. آره تو چند روز آینده کلا حل بشه و دیگه بعد از اون به چیزایی که توی سرم شاید یه ذره فکر کنم. مرسی که اومدی، خیلی خوش مرسی. گذشت. منم همینطور خیلی لذت همصحبتی بردم. باهات باحاله. هرچی که اتفاق میفته امیدوارم که برای همه مثبت باشه. بهترینش باشه. آره مرسی.